دانیار هستم. فرزندی از دیار کرد، پرورده دامنه کوههای سر به فلک کشیده زاگرس و قلب هرامان سربلند. اینجا با هم سفری میکنیم به 10,000 سال پیش، به روزگار نخستین زاگرس نشینان و ریشه های کهن زندگی ملت کرد، جایی که صخره‌ها شاهد طلوع تمدن بودند و هر سنگ رازی از زندگی نیاکان ما را در سینه پنهان کرده است. می‌خواهیم غبار تاریخ را از چهره باستانی نژادمان بزداییم و داستان‌های ناگفته نیاکانمان را برای شما روایت کنیم. داستان‌هایی که شاید در گذر زمان کم رنگ شده باشند، اما هویت ما را در تار و پود تاریخ حک کردند. از افسانه‌های باستانی گرفته تا نبردهای بزرگ برای حفظ خاک و زبان، اینجا تاریخ واقعی کردستان را ورق می‌زنیم. ما بازماندگان تمدن‌هایی هستیم که در دل این غارها و بر فراز این قله‌ها الفبای ایستادگی و فرهنگ را بنا نهادند. به خانه خودتان، کانال کردیش هیستوری خوش آمدید. سابسکرایب کنید و در این سفر تاریخی همراه ما باشید تا با هم افتخارات گذشته را چراغ راه آینده کنیم. سپاس از همگی.